من روزنامه‌نگار سرجفر ساکن ناحیه بلجوان دیروز با طریق آینه نیرگون برنامه نیروی قانون را تماشا کردیم و در اصل امروز معین گردید که کارمندان دولتی اوید به حالت‌هایی که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان رخ داد. عموما کارمندان دولتی در اینجا یگان گناهکار نیستند. هر کسی که امروز در این جامعه روزه گناه میکنه در نزد قانون جواب خودش رو میدهد و البته که ما از تمام مردم همین جمهوری تاجیکستان خواهش میکنیم، دعوت به عمل میکنیم که به قدر همین صلح و ثبات برسن و به قدر همین مهنت‌های پیشوای ملت برسن و هر گروهایی که میخوان عقیده‌های خودشون در این سرزمین در این دیار زیبا راه اندازی کنن و ما باید از تمام قوا از تمام نیروی خود استفاده بریم، کوشش به عمل کنیم که چنین عقیده‌های مخالف در این سرزمین اومده عقیده‌های خودشون پهن نکنن و از تمام جوانان دعوت به عمل می‌کنیم که باز هم بار دیگر هوشیاری زیرکی را از دست ندهند. همین صلح و ثبات، همین وحدت ملی و همین یکپارچگی وطن عزیز خویش را حفظ نمایند و در قوت پیشوای ملت استفاده یکدلانه همین دولت ملت را باز هم آباد و زیبا و رشد دهیم.